خب خبرات شما شنیدین یا به گوشتون رسید و دیدین که رحمانوف 12,400,000 سومان گویا که یاردم کرده به طبیبا برای خدمتشون به بیماران کرونا ویروس. من اینجا میگم که رحمانوف 82 سومان 60 درهم کمک کرده. ایرا ما دکزد میکنم، فکتشان میارم در دوامی صحبت. نگاه کنین، ما باید بدونیم که بودجه تاجیکستان چند قدره، ماهانه شه، سالانه شه. باید ما شما بدونیم، ما بپرسیم با او دزدا و با حکومتی و با او اوباشو ما را واگذار نکنیم. ایرا باید ما بپرسیم، باید ما ده حسابات بتن. و نگاه کنین، فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان کی برای چگونه در کجا تشکیل شد. ایرا باید ما بدونیم. برای چی؟ برای ما شما این مخفی ای، پنهانی ای. فوند ذخیروی پیشوا چه پرزیدنت پیشواش الهیده فونده، اوش را باید صحبت الهیده داره. باید ما شما بدونیم، برای ما شما باید گزارش بتن، آفیسش گجوده، سراغش گجوده، بغالترش، حساباتچیش، کسیر ای کیه و ای چی حق داشت و ای را در کجا از خود میکنه. باید ما شما ده حسابات بتن. از بودجه دولت 2% برای این میروه. 2% بودجه دولت چند قدر که باشه 2% به کارتای رحمانوف سرازیر میشه، ریخته میشه، داخل میشه. 2005 1,256,000,000 سومان بودجه دولت بود. بودجه تاجیکستان برای همین 26,200,000 سومانش در کارتای رفت. سال تا سال بودجه دولت زیادتر میشه، سومی رحمانوف هم یعنی زیادتر میشه. مثلا 2020 امسال بودجه دولت 25 میلیارد سومانه. 25 میلیارد سومان. انا نگاه کن 2%ش برای کارتای رحمانوف میره، یا کارتای صدقوی داره، خیریوی داره. یعنی صدقه میکنه حکومت بر رحمانوف، دولت صدقه میکنه بر رحمانوف، مردم تاجیکستان خیرات میته بر رحمانوف. این گدای، گدای سیاسی. نگاه کنین 2%ش وقتی 25 میلیارد میره، 500 میلیون سومانی کارتای رحمانوف میره، کارتای ذخیروی پرزیدنت. انا که تصور کن 2005 من حساب کردم، نقشم گفتم تا امروز چند میلیارد شد شما نمیدونین. انا یه صحبت ای میلیارد، صحبتی که شما نمیدونستین و نمیپرسین. حتی بعضیت میترسی که همین را بپرسی. باید ما بدونیم، برای ما شما باید گزارش بتن، خبر بتن. حتی همین سومهایی که خارجه میگیرن با فوند پرزیدنت میروه یا که با فوند بودجه دولت. اگر بودجه دولت بره باید ما ده حسابات بتن که همین کجا در از خود چید، چند قدر از خود چید. اما گزارش نمیتن، مانند همین فوند پرزیدنت ولی مخفی و پنهان میمونه. یعنی معلوم میشه که این با کارتای رحمانوف رفت، همون کارتای صدقش. خیلی فکر میکنم همون خارجی ها برای عرق خوردنش، برای رقص بازی و جشنش همون پول نمیتن. برای همین هموطنان عزیز نگاه کنید که یک گویا که کار قهرمانانه و کار گرینی زور کرد که 12,400,000 سومانی داد و روی طبیبات در مدت 3 ماه باید تقسیمش کنن. و حسابات هاوز برای شما خوب خوش رو ساده کرده نشان میتونم. در تاجیکستان 75,000 کارگری تیپ داریم. یعنی همون وزارت تندرستی و اهالی تاجیکستان، حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 75,000 داره کارگر. از همون فراش تا همشیره شفقت، دکتر و سردکتر همون طرف 75,000. ما 25,000 شو یک طرف میکنیم، میگیم خیش دکتری عصبه یا دکتری چشم گوش اوش یک طرف. 50,000 اگر حساب کنیم 248 سومانی سر هر یک نفرش میرسه. همین پولی رحمانوف 12,400,000 سومان. اگر که در مدت 3 ماه بتاش، هر ماه کم کمکی بتاشون 3 تقسیم 82 سومان 60 درهم. همون صحبتی که اول کردم 82 سومان 60 درهم برای هر یک دکتر میته. انا که تماشا کنین برای چی وایما این کتوکوت تعریف دغدغه میکنین؟ 12,400,000 سومان کجا و 82 سومان 60 درهم کجا؟
دخترها در مقابل مرگ کار فعالیت دارن. بعضی دخترها الکی مرد، بعضی شاید فرار کنه، ترک منصب کنه، دست بکشه، خودداری کنه. 12 میلیون یک طرف، 12 میلیارد، 12 تریلیارد دلار یا سومون کمه برای دخترها، کمه. باید رحمانوف مردم فریب نکنه. این فریب روی راست. فوندی پرزیدنت میدونه نه کجاه، ای فوندی دولت ای. او یک گپ مردمی داریم که ای ریش بکنده برود بمون، همون گپ ای خطون میگیره، خطون همیتا قرصک زنی همون کاره شمالی واری در عثمان ای. فخر تبلیغ سر میشه که پرزیدنت ای فوندی ذخیرویش پول داد. وقتی یگان تاجر میبود ای کسب حلالش سو میداد، ما میفتیم رحمت آفرین کاری خوب کردی. از پول خطون، از دزدی و از فریب پول به دست آورده، مشینیکی تازه مشینیکی او شما را فریب میکنه. خودش هیشور زیرک دانا گرفته، پنهان شده در پس با زبان چاپلوساش تبلیغ داره. نگاه کنین، اگر یک دختر 1 میلیون میداد یا کمی 12 میلیون 12 دختر میداد، ما میفتیم خیلی کمی کاری خوب کرد. حالا اینکه این مسئوله، وظیفه داره، وظیفه جانیش ای که همه دخترها را نه تنها در وقت این ویروس، در تمام حالت پولشون زیاد باشه تا اینکه خدمتی صاف دلانه و صادقانه به مردم بکنن. همون دیدین دیگه حاجت به سخن کردن نیست در مسئله این کمبودیایی که الان ما شما نظارت داریم و دیده است مشاهده میکنیم. اما برای همین سخن ما دمی بوره بود که مردم یا فریب دارن، آشکار فریب دارن مردم. 12 میلیون 400 هزار سومون میگن، مردم دیگه خیلی فکر میکنه ده. اون خیلی برین حسابات بتین 82 سومون 60 درهم دادستین، این کمه، این مسخره بازیه. ده شیشه ختم بتین. بعد اونجا وزیر نو نهانیش میبره، ای کارگرای وزارت داخله میگیره و طرفش ای وزیر وزارت معارف و وزارت مدافعه و طرف بعد جمع میکنن. یعنی خطونا نگاه کنین، ما شما دا کار ندارم، ما شما رو نمیشناسم. یعنی کاری مردم بود چید. و وقتی که جشن رقص بازیده مردم در کارشه. این در این روزی سخت دیدین که چه خیلی پنهان میشه، جوگا میشه. باید که از مسئولیتی نگریزه و ایران سرنگون کردنش بعد از همین بیماریه، وقت ساعتی نابود کردنش. در جمع سخن با خیر میرسونم. هموطنان عزیز، حقتان طلب کنین. باید که شما بدونین که سوم دولت، بودجه دولت، خزینه در کجا صرف میشه، چه خیلی صرف میشه، چند قدر صرف میشه، همه ما شما باید بدونین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.